شاید باورت نشه ولی این ترند درست کردن گل با روسری واقعا یه ترفند ساده است، ولی همه جا انقدر سری نشون میدن آدم فکر میکنه یاد گرفتنش خیلی سخته. پس این ویدیو رو حتما سیو کن چون این بار قراره یادش بگیری. مرحله اول یه روسری داریم با هر قواره‌ای که دلتون میخواد. روسری رو به صورت 3 گوش تا میزنیم اینجوری. این قسمتی که تا زدیم 2 سرش رو به هم گره میزنیم، 2 تا گره میزنیم که صف وایسه اینجوری. خب الان ما 2 تا سر آزاد داریم، یکی این سر یکی هم این سر. یکی از این سرها رو از داخل روسری رد میکنیم میرسونیم به اون یکی سر. حالا این 2 تا رو که به هم رسوندیم 2 بار دور هم پیچ میدیم و بعد سری که باقی میمونه رو از داخل دوباره رد میکنیم و میکشیم به همین راحتی. ببین چقدر خوشگل شد. بچه از این ترفند میتونیم به عنوان کمربند، دستمال گردن و یا هدبند استفاده کنید. واقعا ظاهرتون رو استایلیش میکنه. و اگرم این آموزش برات مفید بود حتما پیجمو فالو کن چون من اینجا بهت تون نمیگم که متوجه نشی چی شد. همه چیزو با هم و مرحله به مرحله انجام میدیم.